به نام خدا. سلام رفقا. اگه اینجا رو باز کردین یعنی دنبال یه چیزی بیش از دوست دارید، دنبال یه حس، یه حال، یه چیزی که یه گوشه شبیه خودته. اسم من محمد معینه، نه شاخ مجازی هم، نه دنبال فالوور فیک. من فقط یکیم که دلش پر از قصه است، قصه‌ای که کتاباش دارن خاک میخورن و دیگه هیچ کس سراغشون نمیره. من اینجا فقط یه کار دارم، اونم زنده کردن این داستان است که همه فراموش کردن. از عشق لیلی و مجنون، دلدادگی فرهاد، صدای رستم و بغض سهراب و غیره. من اینجا میخوام قصه رو جوری برات بگم که انگار خودت اونجایی، کنار لیلی داری قدم میزنی و سرگردانی مجنون رو میبینی، کنار فرهاد داری تیشه میزنی. نه رسمی، نه خودمانی، مثل حرف زدن دو تا رفیق. اینجا تو این چنل قرار هر قسمت یه داستان بشنوی، نه فقط برای گوش دادن، برای حس کردن. صدا میذارم روی این قصه ها نه فقط برای اجرا، برای اینکه بتونی بریش تو شبها وسط خلوتت، جایی که دلت یه چیزی میخواد اما نمیدونی چیه. شاید یه خاطره از عشق، یا شاید هم بغض، یا حتی فقط برای چند دقیقه دلگرمی. اینجا قرار با هم یه گوشه گرم بسازیم برای کسایی که دلشان قصه های قدیمی میخواد، قصه که هنوز واقعیه، مثل عشق، فداکاری، جنگیدن برای کسی، لبخند. هنوز همشون بین ما هستن، فقط باید یکی تعریفشان کنه. اون یه نفر منم. اگه دنبال یه جای آرام و پر از حس میگردی، خب باید بگم درست آمدی، اینجا همونجاست. ما محمد معینم و این چنل دنیای قصه هامه و حالا دیگه دنیای تو هم هست. اگه با من هم مسیر شدی، چنل رو ساب کن و زنگوله رو تکان بده که از ویدیویی که برات میذارم باخبر بشی و منو همراهی کنی. ویدیو رو لایک کن و نظرتو حتما تو کامنت ها برام بگو. من خودم به شخصه تمام کامنت ها رو میخونم و این چنل بدون شما هیچ معنایی نداره. تا ویدیو بعد، یعنی شروع قصه ها یا